و معتزله یکی از گروه های گمراه و یکی از جماعت گمراه هستند که در این امت قرار دارند. بعض اصول دارند، معتقدات دارند، طوری که ما شما اصول داریم. معتزله هم تو اصول دارند، روافض هم تو اصول دارند و خوارج هم تو اصول دارند. چقدر دقت که در باب عمل ما شما میکنیم دوستای معتزله میکنن یا خوارج میکنن، یعنی دقت در باب عمل ما شما نمیکنیم. شما ببینید در کتابای خود یک مسئله از علما و اساتیدتان شما میشنوید که مرتکب کبیره یه خارج از اسلام است. یعنی کدام شخصی که گناه کبیره بکنه او از اسلام خارج میشه، اسلام خارج نمیشه. سی گروه است کلان در این باب که سی آرا دارند. یک گروه و یک جماعت معتزله است و میگن که مرتکب کبیره از اسلام خارج میشه و در کفر داخل میشه. یعنی میگن نه. شما در شرح لقاید و دیگر کتب گفتین که یثبتون المنزلة بین المنزلتین، معتزله منزله بین المنزلتین ثابت میکنن. میگن که یک جماعت که نمیتون است که نه در جنت هستن و نه در جهنم، در مابین جنت و در مابین جهنم قرار دارن. یک جماعت معتزله است و یک دوم جماعت خوارج است. خوارج باز چی میگن که مرتکب کبیره از اسلام خارج میشه و در کفر داخل میشه. کسی که گناه کبیره میکنه میگن که او کافر میشه، از اسلام خارج است. علماء اهل سنت ما شما چی میگن؟ و میفرمایند علماء اهل سنت ما شما که نه، مرتکب کبیره از اسلام خارج نمیشه و در کفر داخل نمیشه. به سبب ارتکاب گناه انجلی ایمانش و روشنی ایمانش ضعیف میشه، ایمانش کمزور میشه، لیکن از ایمان خارج نمیشه. این رای اهل سنت ما شما است و برای این عقیده بسیار دلایل دارن از شریعت مطهره. و غرضم در این بود که شما ببینید که اهل سنت ما شما در این جای یک قول متوسط داره که یک شخص به سبب ارتکاب گناه کبیره از اسلام خارج نمیشه. معتزله میگن که از اسلام خارج میشه. خوارج میگن که به سبب ارتکاب گناه کبیره اسلام خارج میشه این شخص. طلبه عزیز شما چی فکر میکنین که یک جماعت این تو عقیده داشته باشه که یک کس به سبب ارتکاب گناه کبیره، به سبب کردن گناه کبیره از اسلام خارج میشه و در کفر داخل میشه، اینمی تو شخص باز به آسانی گناه کبیره میکنه؟ میکنه؟ نمیکنه. میگن که به سبب اینمی گناه کافر میشیم. چرا گناه باید بکنیم؟ اینمی اهل سنت ما شما اگر گناه کبیره میکنن خود در دل خود میگن که گناه کبیره خو میکنیم پس توبه میکشیم، خداوند متعال مهربان است ما را عفو میکنه. یک کس که میگه که به سبب گناه کبیره از اسلام خارج میشه و در کفر داخل میشه، او به آسانی باز گناه کبیره میکنه. چه دقت میکنه این مردم در باب عمل. درباره خوارج که در احادیث مبارک میاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که یدعون الی کتاب الله ولیسوا فی شیء منهم. خوارج مردمانی هستند که مردم را دعوت به سوی کتاب خداوند متعال میتن. ولیسوا فی شیء منه یک یا در روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. امام ابو داود رحمت الله علیه در جلد ثانی در باب قتل الخوارج ذکر کرده است. مبارک می فرماید که یصلون لیس صلاتکم مع صلاتهم شیئا، یصومون لیس صیامکم مع صیامهم شیئا، یقرؤون القرآن. خوارج جماعت و گروه است. علی رضی الله تعالی عنه فرماید که تلاوت قرآن کریم میکنن اینطور یک تلاوت عجیب و زیبا که تلاوت شما در مقابل تلاوت ایشان هیچ چیزی نیست. لیس قراتکم الی قراتهم شیئا. اینمی تم در حدیث مبارک میگه که نماز میگذارن و نماز شما در مقابل نماز این مردم هیچ چیز نیست. اینمی تم در حدیث مبارک در اینمی روایت آمده که روزه میگیرن که روزه شما در مقابل روزه شان هیچ چیزی نیست. دوام به روزه میکنن، دوام به نماز میکنن، تلاوت قرآن کریم میکنن و شما فکر میکنین که این تلاوت قرآن کریم بر اینمی مردم آمده. باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اینمی مردم یخرجون من الاسلام مروق سهم من الرمیه، یمرقون من الاسلام مروق سهم من الرمیه. اینمی مردم از دین اسلام اینمی تو خارج میشن طوری که یک تیر از شکار خارج میشن. چرا؟ شما ببینید دوستای عزیز، دقت کنید بر اینمی گپای من. نماز است بازم از اسلام خارج، روزه است به طور اعلی بازم از اسلام خارج، تلاوت قرآن کریم است بازم از اسلام خارج.
دعوت بسوی کتاب خداوند متعال میتن بازم از شریعت و اسلام خارج. او نبی علیہ السلام اینمی تم میں فرمائی در حدیث مبارک لئن انا ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد، اگر اینمی مردم ما گیر کنی من مردم خوارج که اصلشان در دور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شد، اگر من موجود بودم نبی علیہ السلام می فرماید و اینمی مردم آمدن اینمی تو اینم مردم قتل میکنیم مثل عادی آواره. علتش چیست؟ تلاوت میکنن، دعوت بسوی کتاب خداوند متعال می هر چیز دارن و باوجود این چیزا بازم از اسلام خارج، بازم رسول الله صلی الله علیه و مذمت و بدیشان برای ما شما بیان کرده. علتشان چیست؟ دوست عزیز تعلق امر شریعت دارن، ولیکن شریعت کی عبارتش چیست که در قدم نخست صحت اعتقاد است، از صحت اعتقاد حصه ندارن، عقیدهشان خراب است. و شما ببینید دوست عزیز اساس عقیده است، بنیاد عقیده است. در قرآن کریم چطور میاد؟ شما الحمدلله اهل علم هستین، در هر جایی که میای خداوند متعال که صفات مؤمنین ذکر میکنن، در قدم اول میفرماید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خداوند متعال اول ذکر ایمان میکنن ان الذين آمنوا، و بعد از ایمان و عملوا الصالحات عمل ذکر میکنن. اول ذکر ایمان بخاطر چی میشه در قرآن کریم و بعدا ذکر عمل میشه. علماء کرام میفرماید که شرط این است که ایمان عبارت از عقیده است، ایمان عبارت از باور است. برای نجات در قدم اول ایمان داشتن ضرور است، برای نجات در قدم اول صحت عقیده ضرور است و بعد از صحت عقیده در قدم دوم عمل است. این وجه است علماء کرام ما شما میفرمایند که آیا کفار مخاطب بالفروع هستند یا نه؟ مخاطب بالفروع ایمانه که خداوند متعال برای کفار بگوید او بفرماید که شما نماز بخوانید، شما روزه بگیرید، شما تلاوت بکنید، این فروع است. کفار مکلف و مخاطب به فروع هستند یعنی؟ علما متکلمین ما میفرمایند که قول راجح این است که نه، کفار مکلف به فروع نیستند. وجهش چیست؟ اگر کفار مخاطب به فروع بشود و خداوند متعال برایشان امر بکند به فروع، فایده چی؟ کافر کی نماز میکنه و نماز ادا میکنه، بینمی نماز که یک کافر میاد به مسجد و نماز ادا میکنه، خداوند متعال ثواب برایشان میده؟ ها؟ یا که روزه میگیرن به کافر خداوند متعال ثواب میده؟ یا که دیگه کدام کاری نیک میکنه، اینمی سره که ما شما را جور میکنه، صدقه برای مردم ما و شما میتن، خداوند متعال برایشان اجر میده؟ چرا؟ عمل خاص چرا؟ نماز خواندن خوب عمل نیست؟ ها؟ یا روزه گرفتن خوب عمل نیست؟ یا سرک جور کردن خوب عمل نیست؟ اجر چرا خداوند متعال برایشان نمیتن؟ عقیدهشان درست نیست. در قدم اول سبب نجات انسان و سبب نجات ما شما عقیده است. کدام وقتی که عقیده جور می باشه، بعد از ایشان اگر عمل را ادا کنید خداوند متعال بر این عمل برایتان اجر میده. و اگر عقیده جور نمی بود و عقیده فاسد بوده، چقدر عملم که میکنی خداوند متعال برای این عمل کدام اجر و ثواب برایتان نمیده. اینمی تو از دوستای عزیز در این امت اجابت کی نمی افتاد و دو گروه جور میشه، هم ایشان تعلق امر شریعت داره، هم ایشان تعلق امر کتاب و سنت داره، هم ایشان تعلق امر شریعت مطهره دارن و مدعی هستند که ما جماعت خوب هستیم. هر یکیشان میگه و هر یکیشان دعوت به سوی کتاب خداوند متعال میده، ولیکن باز هم گمراه هستند. بنیادش چیست که عقیدهش درست نیست. چیز دوستای عزیز؟ عقیدهش درست نیست، فقط به عمل نجات نیست. اگر فقط به عمل نجات بود، بسیار کفار هستند که بسیار خوب عمل میکنن و بازم خداوند متعال اجر برایشان نمیدن. بر این خاطر در حضور شما عرض کردم که خداوند متعال که به علم فضیلت داده و کدام اهل علم هستند در درگاه خداوند متعال که او صاحب فضیلت هستند و خداوند متعال برایشان مقام عالی دادن، آن علمای هستند که در قدم اول عقیدهش درست باشه. عقیدهش چی باشه؟ شما میگین که عقیده گروه میگن که عقیده ما درست است. اینمی تو یک گروه شما از او دهانشان شنیدین که عقیده من درست نیست و شما بیاید به طرف اینمی عقیده باطل؟ هر شخص میگه که ما عقیده خوب داریم و عقیده من سالم است و فلان بسر دیگه مردم تنقید میکنن. برای شما معیار درست شدن عقیده چیست؟ در این کشور ما شما الحمدلله در همه جهان یک معیار موجود است برای صحت عقیده. دوست عزیز علمای ما شما می نویسند
که اینمی کدام عقیده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر امت آورده و در قرآن کریم دعوت است به طرف این عقیده، این وضاحت این عقیده بهترین رسول الله صلی الله علیه و سلم در این امت یک دو علماء بزرگ کردند. دو علماء بزرگ در این امت هستند که تشریح عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما به طور احسن کرده. یکی از این علما امام ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه است و یکی از این علما امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه است. امام ابو منصور ماتوریدی شخصی است که خدمت عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده و امام اشعری شخصی است که خدمت عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. در کشور ما شما معیار برای صحت عقیده شما ببینید که یک شخص در این خطه ما شما موجود است و در خطه ما شما الحمدلله هم علماء کرام تعلق همراه شروحات و همراه تشریح امام منصور ماتوریدی رحمت الله علیه دارند. شما ببینید که عقیدهش موافق همراه آرای و عقیده امام منصور ماتوریدی رحمت الله علیه است. یعنی اگر بود او اهل سنت است، عقیدهش درست است و امید داریم در حقشان که خداوند متعال او را نجات میده. و اگر یک شخصی بود که عقیده شان موافق آرای و تشریح امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه نبود، بفهمید دوستای عزیز که در عقیده شان خلل است. الحمدلله علماء ما شما دو بنیادی چیزا داریم در این کشور. طلبه عزیز از این آگاه شوید. یک مبحث عقیده است، یک مبحث عمل است. عمل ما شما این طور عمل بر شریعت ما شما میکنیم. توری که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نمی عمل برای ما شما تشریح کرده در کتب فقه خود. در کتب فقه خود چیزی دیگه نیست که از کتاب طهارت که شروع میشه و به کتاب الوصایه ختم میشه. چیز در اینجا و مسئله عمل وضو میآید، مسئله نماز میآید، مسئله حج میآید، مسئله زکات میآید و غیره. اینمی چیزا تعلق امر چی داره؟ عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما که تشریح کردن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و عقیده امام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم برای ما شما اینمی بهترین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تشریح کرد. الحمدلله در این معاشره ما شما تقریبا 6 کتابی موجوده منسوب به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داریم. 6 کتاب داریم که منسوب است به طرفی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. الفقه الاکبر است، الفقه الاوسط است، کتاب الوصیت است، رساله الى عثمان البتی است. اینمی کتاب هستند که منسوب است به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و فقه اکبر در مکاتب و مدارس ما شما درس میشه. فقه اکبر کتابی است که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برای ما شما نقل شده. یک قول است در اینجا علماء کرام میفرمایند که آیا الفقه الاکبر کتاب خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است؟ یعنی یک قولی است علماء کرام میفرمایند. مولا علی قاری رحمت الله علیه میفرمایند که نه، فقه اکبر خود تصنیف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است و مبارک خودش نوشته کرده. و قول دوم علماء این است که نه، فقه اکبر کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست بلکه املا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است و این کتاب در درس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از درس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو مطیع بلخی جمع کرده که حالا این مزارشان در بلخ است و املا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است و جمع کی کرده امام ابو مطیع بلخی رحمت الله علیه جمع کرده. ما یگان وقت طلبه کرام خود میگویم اگر کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است درست است، برای ما شما فخر است، امام ما شما است. اگر خودش تصنیف نکرده و شاگردش از درس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب جمع کرده، بازم کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. مقصودی نمی نسبتش به امام صاحب درست است. سخنانی در کتاب وجود داره که از درس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جمع شده است و اگر اینمی کتاب املا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است در سراسر جهان که اینمی کتاب درس میشه بر این عنوان که کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. الحمدلله اینمی فخر هم خداوند متعال برای ما شما افغانا دادن که این کتاب از درس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو مطیع بلخی جمع کرده است و امام ابو مطیع بلخی شخصی است که حالا مزارشان در بلخ است، در مزار شریف است. ما به زیارتشان رفته بودیم. دوستای عزیز، خلاصه سخن من این است که در قدم اول بنیادی و اساسی چیز صحت عقیده است.
باید ما شما صحت عقیده داشته باشیم و در عقیده خود اخلاص داشته باشیم، للهیت داشته باشیم، همراه احسان و تصوف علاقه داشته باشیم. این برای ما شما کیست نجات است. طلبه عزیز شما الحمدلله طلبه عادی نیستین، بلکه اینمی تو یک طلبه هستین که امره اینمی تو یک مدرسه تعلق دارین، امره اینمی تو یک مرکز تعلق دارین که الحمدلله عقیده شان درست، عمل شان درست و صوفیه کرام اصلا کمال خود در این چیز است. اینمی تصوف و احسان چیزی عادی نیست. شما ببینید دوست عزیز در حدیث جبریل سی چیز ذکر است که جبریل السلام از نبی السلام پرسان کرده بود مل ایمان مل اسلام مل احسان. ایمان چیست؟ اسلام چیست؟ احسان چیست؟ در زاد طالبین شریف شما اینمی حدیث خواندید. شما فکر کنید دوست عزیز اینمی احسان و تصوف که آقا صاحب و اینمی مرکز ما شما دیگه صوفیه کرام که در اینجا الحمدلله وجود و قرار دارن و ما شما ترغیب میدن به طرف تصوف چیزی عادی نیست. بسیار علمای ما شما در کتب و تقاریر خود میفرمایند که این تصوف کسی یک چیزی مستحب است و اگر تصوف داشته باشین خوب است و اگر نداشته باشین خوب است. امر استحبابی ترک شد فلان و فلان نمی تو چیزا میگن. تصوف امر استحبابی نیست. شما فکر کنید که تصوف چه اهمیت داره. ایمان عبارت از صحت عقیده، اسلام عبارت از عمل و احسان عبارت از اخلاص. اخلاص چقدر اهمیت داره دوست عزیز ببینید. یک شخص مسلمان است، عقیده درست داره، در قدم دوم اینمی شخص مؤمن آمد در موسم زمستان وضو گرفت، بعد از وضو گرفتن آمد به مسجد، اراده و قصد داشت که ما 2 رکعت نماز بخوانیم در مسجد، ولیکن کدام وقت که به نماز استاد میشه و ارادهش که 2 رکعت نفل بخوانیم، در قلب و در باطنش آمد که این در پهلویم یک شخصی نشسته است، ما اینمی 2 رکعت نماز میخوانیم به خاطر اینمی که اینمی شخص برایم بگوید که ببینید چقدر شخصی نماز گزار است، چقدر شخصی نماز گزار، چقدر خوب نماز خواند. اینمی شخص که اینمی 2 رکعت خواند در این حالت که در قلب و در باطنش اینمی بود که اینمی شخص برای من نماز گزار بخوانه، بگوید سر اینمی نماز خداوند متعال بریشان اجر میدن؟ چرا؟ ریا نیست. مقصدش خداوند متعال نبود، مقصدش چی بود؟ شخص بود که مردم برای ما بگید که نماز گزار است. شما ببینید ایمانم داشت، اسلامم داشت، عمل متحقق شد، آمد وضو گرفت، نماز خواند، تکلیف کرد، بازم سر نمازش اجر مرتب نمیشه. و در حدیث مبارک میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که نماز به قصد ریا میخواند خداوند متعال شرک خفی کرد، امر خداوند متعال کسی شریک کرد. دوست عزیز ببینید نمازم است، عملم است و صحت عقیدم است. در ضمن صحت عقیده عمل به وجود آمد، باز هم خداوند متعال برای این شخص اجر و ثواب سر این عمل نمیتا و گناهگار است. علتش چیست؟ اخلاص نداشت. علتش چیست؟ اخلاص که نباشه خود چی میبود؟ ریا میباشه. در باطنش ریا بود، خداوند متعال برایشان اجر نمیتا. ببینید که اخلاص چقدر یک رول مهم داره در عمل ما شما. اخلاص و احسان و تصوف چقدر رول عظیم داره. نماز وجود داره و قبول نیست. کدام وقت قبول میشه که اخلاص موجود میباشه. اخلاص چیزی دیگه نیست، اینمی تصوف است، اینمی عرفان است که اساتید شما امرایشان تعلق داره، اینمی طریقت است که علمای شما امرایشان تعلق داره. دوست عزیز با سخنهای مردم دوکه نشوید. امرای مرکز خود، امرای مدرسه خود، امرای مشایخ خود، امرای صوفیه کرام خود، امرای اساتید خود باید که یک تعلق مستقیم داشته باشین در ضمن عقیدت، که باید عقیده شما راسخ می باشه که این میرا که کدام رای و اساتید ماست، کدام رای مشایخ ماست، ما این میرا تعقیب میکنیم. نجات دنیا و آخرت در اینی چیز است. و اگر خدا نخواسته در باطن شما تزلزل آمده و تذبذب آمده و که اساتید ما خوب است یا دیگه مردم که گپی دیگه برای ما میزند، یا اینمی دور خود دوری چیز فیسبوک است و دوری واتساپ است و سوشال میدیا است. یگان وقت یک متعلم و محصل ما یک بیان یک عالم میشنون باز او شکی میشن که او اینمی عالم بسیار خوب گپ زد، فلان عالم خوب گپ زد. شاید اساتید ما خوب نباشند، شاید نظر ما خوب نباشند، شاید عقیده ما خوب نباشد. اینمی چیز که از عقیده اینمی شک و تذبذب و تردد را نمیپذیرد.
عقیده مرتبه راسخ است. باید که ما شما با حسب قوی با عقیده راسخ